عرض ادب، خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید گیم پلی دایروس ایکس پی داریم با اسکین کوف. بچه‌ها من به شدت دلتنگ این اسکین بودم، یه زمان خیلی باهاش پلی میدادم و خب بعد از این همه دایروس سمی تانک و لایف استیل و اینجور چرت و پرتا بالاخره یه دایروس فول دمیج داریم با پتریفای. به به، یعنی دیگه کم کم داشت حالم به هم میخورد، ولی خب متاش اونجوری بود دیگه، کارش نمیشد کرد. یک دو تا نکته رو باید بهتون بگم. اول از همه دم همتون گرم کامنت انگلیسی بذارید بچه‌ها، خیلی کمک میکنه. حتما جوین کانالمون هم بشید. من چند وقته که لینک کانال تلگرام رو توی کامنت ها پین میکنم، یعنی خودم اونجا یه متنی رو مینویسم، لینک رو میذارم و پینش میکنم دیگه. زیر این چند تا ویدیو اخیرم بودش. حتما بچه‌ها عضو کانالمون هم بشید. ببینید اونجا من یه سری ویدیوهای فام میذارم، لینک ویدیوها رو میذارم. اگه مثل ویدیوهای دیشب تالنت و آیتم و یه سری نکات رو یادم بره داخل ویدیو قرار بدم، میذارمش داخل کانال تلگرام. و یه سری تالنت و یه سری آیتم ها رو که نسبت، یعنی بر اساس تجربه شخصی خودم هست و توی کانال تلگرام قراره که بذارم و شما هم میتونید ببینید، استفاده کنید، شاید به کارتون بیاد. پس حتما عضو کانالمون هم بشید. این استامون هم قربون دستتون بچه، یه فالو بزنید، قراره اونجا هم فعالیت رو بیشتر کنیم. یه چند وقت بعد از قطعی اینترنت و اینجور چیزا من اونجا نبودم. آره دیگه، حتما فالو کنید. تشکر. و این که ببینید از اونجایی که درخواست خیلی زیاده و من مطمئنم که قراره زیادم بشه، بیایید دیگه قضیه رو فیصله بدیم و زیر این ویدیو گیم پلی درخواستیتون رو کامنت کنید. ببینید دیگه من میام گیم پلی های درخواستی رو زیر این ویدیو نگاه میکنم، اوکی؟ یعنی اگه مثلا یه هیرویی رو یادم بره میام اینجا رو چک میکنم، چون تک تک ویدیوها رو چک کردن یه خورده زمان بره و باعث میشه یه سری از کامنت ها رو اصلا اتفاقی نخونم دیگه. فقط رحم کنید، خدا وکیلی حمله نکنید. ببینید بچه‌ها یکی یکی، نوبت به نوبت، نه الان نفری مثلا 6 تا هیرو درخواست کنید. یکی یکی ویدیوها رو میذاریم. حالا اگه ببینم مثلا یه هیرو 4 تا کامنت داره درخواستی ازش، احتمالاً اولویتمون اون باشه. ولی خب از فردا شروع میکنم که ویدیوهای درخواستیتون رو بذارم. بازم میگم رحم کنید خدا وکیلی. آره دیگه بالاخره وقتش بود دیگه. اینجا کامنت بذارید هیروی درخواستیتون رو و خب جلوش حتما کلمه انگلیسی هم بذارید. امیدوارم که یهو 20 تا هیرو نباشه، ولی بعیدم نیستش، چون خیلی وقته که گیم پلی درخواستی نگرفتیم از دوستان. اینترنت هم قطع بود و خب وضعیت خرابه دیگه. اشکال نداره، اوکی میکنم، همه رو هندل میکنم، خیالتون راحت. فقط نکاتی که گفتم رو حتما انجام بدید دیگه بچه‌ها، دست خودتون رو میبوسه. بریم سراغ گیم پلی. من اینجا خالد رو یه پتریفای اولت میکنم و با مووش اسکیل یکم رو میس میگیره که خب خالده دیگه، موو خیلی زیادی داره. واقعا دلم واسه دایروس دمیج تنگ شده بود، حالا جدا از شوخی ها این داستانا، یعنی واقعا دلم تنگ شده بود. ببینید دوستان، انمی 3 تا هیروی تانکی داره، کالیا، خالد. حالا خالدشون دمیج بسته، یه خورده عجیبه، ولی خب در کل تانکی حالا حساب میشه دیگه. و خب این که دمیج بسته به نفع ماه دیگه، شلتر شاتش میکنیم، مهم نیست، کلیت کارو دارم میگم. اورانوس هم که تانک. گورد این مچ خیلی منو اذیت کرد و اگه دیدید یه سری جا سیکیم اسکیل زدم، به خاطر اینه که خیلی خوابالو بودم این ویدیو رو گرفتنی و خب زیاد تعجب نکنید دیگه.
آها راستی، اگر که مثلا میخواید یه هیروی رو کامنتش رو بذارید که مثلا من گیم پلیش رو بگیرم، بگید که مهمه که مثلا توی فلان رول باشه یا نه. الان مثلا من یکی از گیم پلی های درخواستی یادمه که چو بود. اگه مثلا براتون مهمه ایکس پی باشید جلوش یه ایکس پی بذارید، اگرم نه که فقط اسم هیرو رو کامنت کنید. من ممکنه ببرمش روام، شاید ببرمش ایکس پی، شاید ببرمش گل لین، اصلا مشخص نمیکنه. ولی اگه براتون فرق داره مهمه اینکه کدوم رول ببریمش، حتما با جزئیات توی کامنتتون بنویسید. کالیای بنده خدا رو انقدر اذیت کردیم که یارو کلا لاینش رو ول کردش و خب حقم داره. و یارو مثلا اومد نمیدونم پیک امپیلی بزنه، چه غلطی بکنه. از شانس بعدش منم دایروس میخواستم پیک کنم و خب خیلی توی لاین اذیت شدهش. دقت داشته باشید اینجا اومدم 3 نفر رو بگیرم، استان شدم. خیلی استان کسشری بود و خب بعدش دیگه مجبور که حالا مجبور نبودم ولی رفتم روی اورانوس، دمیج زیادی وارد کردم، یه نفرم فیت کردم ولی خب خودم هم مردم متاسفانه. اگه توی اون صحنه استان نمی شدم خیلی وضعیت بهتر بود، چون احتمالاً 3 تاشون رو با هم استان میدادم، چون خیلی به هم دیگه چسبیده بودن و شاید هر 3 تاشون رو شات میکردیم. ولی خب بد شانسی بود دیگه. فکر کنم از اسکیلای گرد بود خورد بهم، متوجه نشدم. حالا بگذاریم، خیلی هم مهم نیستش. انگاری ترتل خیلی واسه گرد مهم بودش که اولت انداخت، یه فلیکر هم زد رو به عقب که فقط ترتل رو بگیره و نمیره دیگه. نمیدونم حالا ارزش فلیکر رو داشت نداشت ولی این کارو کردش دیگه. گرد دیگه واقعا داره حالمو به هم میزنه. وقتشه که مونتون یه نرف اساسی بده به این هیرو، عشق کنیم، حال کنیم، خدا وکیلی. بس دیگه بابا، صبح تا شب رنگ استارت میکنی یهو میبینی یارو گرد پیک کرده، کلاسیک یارو گرد پیک کرده، براو گرد پیک کرده. خب گوه تو گرد گوه نخور دیگه کسکش. چون یه خورده قراره مثل لاشیا پلی بدیم، همین که من اینجا کایا رو تنها دیدم رفتم بالا سرش. نیازی به اولت هم نیست، وای میسیم دوباره دوم ردی بشه، میریم بالا سرش، تق بچه شاتش میکنیم. اینجا قراره یه صحنه خیلی سم ببینید، چون من توی اکانت خودم نیستم خب تنظیمات یه خورده مشکل داره دیگه. رفتم گرد رو پتیفای کنم، پرید روی اورانوس حاجی. خودم رو سورپرایز کردم، خیلی جالب بود. آره فکر کنم گرده خودش هم تخم می‌کردش با این صحنه. چون دیگه چسبیده بودم به میجشون، اسکیلم رو اوتو زدم و خب انتظار نداشتم که همچین اتفاقی بیفته، ولی خب مثل اینکه افتاد. ببینید انمی خیلی سعی داره که تیم فایت بده، واسه همینم ما یه خورده میزنیم تو کار پوش، یعنی سعی میکنیم که یه خورده جدا از تیم پلی بدیم. من اینجا اومدم خالدو بزنم، اولت انداختم ولی خب اولتم بهش نرسید. یه خورده کسخل بازی در آوردم، فکر کردم یارو الان میره دیگه، فکر نمیکردم انقدر وایسه. نمیدونم خوابش برده بود یا چی، میارو شات کردیم آجی، خیلی بد زدیمش. من تأخیر ندادم و صحبتام یه خورده طولانی میشه. آره واسه همینه اتفاقی که میفته رو 1 ثانیه 2 ثانیه بعدش میگم. حاجی الان که داریم لورد میزنیم یاد ویدیوی دیشب افتادم با اون رتری زدنام. بعد حاجی یه لاشی توی کامنتو نوشته بود ابسولوت رتری. حاجی خیلی کسچر بود،
یعنی کامنت رو دیدم جر خوردم از خنده. دیشب اصلا کلا رو دور رسی نبودیم و یه چیز سم بود واقعا مچ. من خودم دیگه داشت خندم میگرفتش، فقط رو نمیکردم. ولی آره جالب بود، خیلی جالب بود. ببینید یه کمپ اولاغی گرفتیم اینجا، همونی که خودتون میدونید. میخواستم برم بالا سر گرد پتریفایش کنم، شاتش کنم، گفتم ول کن شانس نداریم، یارو فلیکر میزنه میرینه بهمون. آره همه چی خراب میشه. کالیا اینجا مثلا کمپ گرفته بود که خب کمپ خوبی هم گرفته بود، اومدم اولت بزنم بهش فلیک کرد، منم اینجا ریده شد بهم دیگه. گردم که فقط رو من اولت میندازه، دهن منو سرویس کرده. آره تقریبا هممون مردیم. جالبه. همون استراتژی که یکم پیش گفتم، دوباره از فاز تیم فایت جدا میشیم، میایم پوش میگیریم و خب انمی یا باید بیخیال تیم فایت باشه یا اگه یه نفری دو نفری بیان دنبال من احتمالاً جفتشون رو شات میکنم. حالا تا ظرفیت دو نفری موضوع تضمینه و خب پایین فایت شده. ببینید تیممون اشتباه میکنه در کل روی اصول اگه بخوایم در نظر بگیریم. اینجا نباید فایت بدن که من انمی رو از هم دیگه جدا کنم، ولی خب دیگه چون انمی هم کسخله، تیم ما انگار فایت و زدش. تیم ما که خب سولو رنکه، ولی منظورم هم تیمیامه دیگه، چی بگم. آره فایت رو زدن و باید وایسیم لورد بیاد و با این لورد بازی رو به اتمام برسونیم، چون انمی میا داره و گرد داره که اینا جفتشون آزاردهندن وقتی دمیجشون بیاد. حالا گرده که دمیجش ماشاءالله اومده، ولی خب میا فکر کنم هنوز فول آیتم نشده. اینجا ما کمپ گرفتیم، منتظر موقعیت خوبیم که خب اینجا موقعیت ایجاد میشه، چون ایکسبورگ بین میج و تیمش فاصله میندازه. ما اول میریم روی خالد چون فول دمیجه، شاتش میکنیم، اچ پیش کمه دیگه. گلدم دست خرش رو از اون فاصله انداخته رو ما، ولکن نیستش یارو. بچا دقت داشته باشید، خیلی این صحنه جالبه. یه دو میزنیم، کالیا ما رو اولت میکنه، اولت میندازیم، خار کسه و بله کالیا شات میشه. یا خودت دمیج یا خودت. این چه کسچری بود حاجی، خودم تخم کردم. خب خیلی وقت دایرس فول دمیج نزدم دیگه، واسه خودم هم دوباره تازگی داشتش. یه جورایی خودم رو سورپرایز کردم، واقعا لذت بخش بودش. حالا غریبه که نیستی. اگه گرد میومد پوش بگیره میرفتم بالا سرش، ولی خب چون این اتفاق نیفتاد دیگه نذاشتم که یونیت های انمی از محدود خارج بشه و رفتم پوش رو گرفتم که خب مشکلی نداره. لورد داره میاد، ما چون آنچنان تیم فایتی نیستیم و خب فلیکر هم نداریم دیگه، توی این صحنه ما با لورد حرکت نمی کنیم، یه لاین مخالف رو پوش میگیریم و انمی اگه از هم دیگه جدا شدن شاتش میکنیم. به همین راحتی الان میبینید کالیا این طرف تنهای منو اولت میکنه و خب گردم میاد جلو، ما دو پتیفای میزنیم تق بچه‌ها شاتش میکنیم. به همین راحتی. اگه از مید لین میرفتیم احتمالاً استانی چیزی بهمون میخورد. خالد هم اومد جلو، نمیدونم چه فازی گرفت، ولی خب برکی دست میزنم شات میشه دیگه. خیلی جذابه این موضوع. البته واسه من دیگه انمی احتمالاً داره فوش میکشه بهم که مچ به پایان رسید. خلاصه که اینجوری بریم آمار ارقامو یه نگاه بکنیم. دوستان اگر که تازه با چنل من آشنا شدید حتما ساب کنید و خب گیم پلی درخواستی اگه دارید به روی چشمم ما گیم پلی از تمام هیروها میذاریم. آمارمون MVP 9 و 6، 12 تا کیل، 3 بار مردیم، 2 تا اسیست و خب آمار خوبیه دیگه. 47% تیم فایت، 29% دمیج تیم. امیدوارم لذت برده باشید. خیلی چاکرم، خیلی مخلصم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.